فالوورای عزیز سلام. آقا میخوایم انشالله از حالا به بعد هر چند روزی یه بار یک کلیپ بذارم برای اجرای این ساختمون، این 4 سقفه. میبینید مرحله اولیه که بعد از اخذ پروانه شهرداری میاد 4 میخ این زمین رو به ما میده، 4 طرفا خاک بردار میاد نسبت به کد ارتفاعی این ساختمون، حالا یا 30 سانت ارتفاع برای فاضلابه و بقیهش هم میشه نقشه‌ای که عمق یا ارتفاع آلموتور و بتون فونداسیونه. بعد بذار بریم پایین خدمتتون عرض کنم، اینا بهش میگن گلدونی. بلوکایی که چیدن وسط اینجا یا میتونن قالب فلزی ببندن، حالا طرف احتمالا این بلوکا بعد به درد میخوره. بعد داخلش هم این خاکایی که ریختم مال اینه که بعدی بتون میریزن این نفوذ نکنه داخل. اینم چاله آسانسوره. چاله آسانسورم باید از هر طرف 50 سانت حالا یا 40 سانت نقشه میده، دیواره بریش میاد یا موتور بسته میشه. ارتفاعش هم ارتفاع شناجی که کف میخوره، چون فونداسیون باید 1.20 تا 1.50 عمق داشته باشه نسبت به این کف. این هم سیمانی هم که کفش کشیدیم، سیمان مال اینه که آلموتور داخل با خاک درگیر نشه. عرض کنم دیگه مراحل اولیه است. حالا انشالله شروع میکنیم این 4 سقف رو با هم استوری و پست بذاریم. تو کانال یوتیوب هم میتونید ما را دنبال کنید. خدمتتون عرض کنم این بلوکایی که این کنار خیابون هست و اون قسمت باید 10 سانت فاصله داشته باشه، یعنی 10 سانت داخل باشه، بهش میگن درز انقطاع. درز انقطاع مال اینه که دوتا ساختمون به هم نچسبن. این قسمتی هم که الان میبینی خاک، اینم باید پلاستیک بکشن. حالا اگر یه وقت مهندس گیر باشه باید قالب ببندن یا قالب بندیشو انجام بدن. به هر حال این مراحلیه که انشالله با امید خدا میذاریم دوستان استفاده ببرن. میتونید کانال تلگرامی من و یوتیوب من رو دنبال کنید. فعلا از کنار این چاله آسانسور خدا نگهدار.